روز 29 آگوست سال 2023 در مسکو ملاقات وزیران کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان ولادیمیر کلاکولتسف و رمضان رحیمزاده دایر شد. MVD میدیا خبر داد که ولادیمیر کلاکولتسف در این دیدار فعالتر شدن همکاری دو وزارت را در سال جاری تاکید کرده چند نمونه همکاری را در چارچوب عملیات بین دولتی جستجو مثال آورده است. از جمله گفته است وزیر روس در نتیجه چاره‌بینی‌های مشترک 2 نفر متهم در قتل یک بانکدار تاجیک دستگیر شده. از فعالیت یک گروه جنایی که در شهر و ولایت مسکو به طمع‌جویی و فریب دادن مهاجران تاجیک مشغول بودند جلوگیری کرده شد. در این زمان ولادیمیر کلاکولتسف از جانب تاجیکستان دعوت کرد تا برای معاین کردن مکان بود و باش و به روسیه سپردن جنایتکارانی که در قلمرو تاجیکستان پنهان شدند تمام کارهای لازمی را انجام می‌دهند. کلاکولتسف نام دستگیر شدگان در پرونده کشتار بانکدار تاجیک را نآورد، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که رمضان رحیمزاده با همتای روسش اساسا مشکلات مهاجران تاجیک و مسئله بازداشت دلشاد سید مرادوف ملقب دلشاد کراسافچک یا دلشاد اسبه متهم اساسی در بودن و قتل معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمتولویف در میان خواهد گذاشت. معاین کرده شده است که دلشاد کراسافچک بعد صادر کردن این جنایت همراه اهل اویلش به مسکو پرواز کرده است و برای این حتی از خدمت تالار سیبزال فرودگاه دوشنبه استفاده برده است. منابع بامداد میگویند که دلشاد کراسافچک قبل از ربودن اسمتولویف هم در صف زرخریدان چویکه واگنر در اوکراین می‌جنگید و بعد فرارش از تاجیکستان نیز در یکی از پایگاه‌های زرخریدان در قلمروهای اشغال شده اوکراین پنهان شده است. باور می رود که بعد هلاکت فرمانده چویکه واگنر بر اثر سقوط هواپیمایش امکان دستگیر کردن و به دوشنبه آوردن دلشاد کراسافچک بیشتر شده است. شورت اسمتولویف شام 23 میون سال 2023 از نزد منزلش در محله 8 مرد در مرکز دوشنبه ربوده شده. بعد چند ساعت شکنجه جان داد. جسد او را آدم ربایان به دریای زرافشان پرتافته. او را بعد 50 روز جستجوها روز 12 آگوست از ساحل زرافشان در حدود جماعت سرازم پنجکند در نزدیکی مرز با ازبکستان پیدا کردند. مراسم نماز جنازه شورت اسمتولویف روز چهارشنبه 30 آگوست وقت نماز پیشین در مسجد سر اوستوی شهر دوشنبه برگزار می شود.